در همین زمان حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری خواستار بیشتر شدن نمایندگانش در کابینه بود. حزب وحدت 3 وزارتخانه مهم مالیه، امنیت ملی و تجارت را از حکومت می‌خواست. حکومت از این میان وزارت مالیه و وزارت تجارت را برای حزب وحدت داد، ولی از سپردن وزارت امنیت به حزب وحدت خودداری کرد و از همین جا اختلاف حزب وحدت با دولت آغاز شد. مزاری برای به دست آوردن وزارت امنیت ملی پافشاری میکرد. حقوق ملیت ها را مطرح کردیم به عنوان برادران هم، به عنوان این که ملیت های افغانستان برادرند، نه به عنوان دشمنی ملیت ها. ما برادریم با این برادران، 300 سال برادر بودیم، بعد از این هم خواهد برادر. 2 تا برادر در یک خانه از خود از یک پدر مادر هست، حقوقی داره، حقوقش هم میخواهد. این به عنوان دشمنی نیست که این 2 تا برادر دشمن. سالها هزارها در اقلیت و دور از قدرت در افغانستان بود و این اولین بار در تاریخ افغانستان بود که هزارها در حکومت نقش مهم داشتند. مزاری میخواست با به دست گرفتن وزارت امنیت قدرت هزارها را افزایش دهد. 2 وزارتی که به حزب وحدت رسیده بود همچنان کنترل اصلی آن در دست حزب وحدت نبود و حزب وحدت نقش سمبولیک داشتند.